این در رویدادهای آوایی که چون فکر کنم چهارشنبه های مقداری فراغت بیشتره برای چنین جلساتی. حالا فعلا گفتیم یکی دو جلسه هم روز چهارشنبه برگزار بکنیم تا ببینیم که استقبال برای کدوم روز بیشتره. این جلسه به خدمت های مهندس احمدی هستیم از کارشناسای با سابقه فولاد مبارکه که 15-20 سالی سابقه دارین. بله 24 سال 24 سال با ماشاءالله جواب موندن. بله 24 سال سابقه دارن در واحد بازرسی فنی ماشین‌آلات دوار در فولاد مبارکه. تجربیات خیلی ارزشمندی دارن. این جلسه از شما خواهش کردم که خدمتشون باشیم، یه مقداری تو بعضی از مواردی که تجربیات قبلی داشتن این رو با بقیه به اشتراک بگذارم. حالا احتمالاً اول ارائه را خواهیم داشت و بعدم پرسش و پاسخ. من یه جلسه ای ساعت 10 دارم که البته فکر کنم تا 10 جلسه بله شما خودتون گفتید 40 دقیقه ارائه یا خلاص من مجبور شدم برم. خلاصه گفتم که قبلش باهاتون خداحافظی کرده باشم، ولی احتمالاً تا آخر جلسه هستم خدمتتون. خوش بود. بله این الان وصله. البته خیلی سالن بزرگ نیست، فکر کنم نیازی نباشه. برای ضبط. آره بله. عرض به حضورتون که من حمید احمدی پاریزی، متولد سال 1358، ورودی سال 76 دانشکده مکانیک با آقای مهندس توانگر افتخار داشتیم، هم ورودی بودیم و خیلی از دوستان که الان اینجا هیئت علمیه هستن یه مقدار سابقهشون از اون کمتر هم هست. حالا من دوره فوق لیسانس هم با یه تأخیر 10 ساله بود، ورودی 90 بودم برای فوق لیسانس. این سری از دوستان در اصل که ورودیشون از ما دیرتر بود اینا اومده بودن داور ما بودن، این مقدار برامون سخت بود، ولی خب به هر حال دیگه آدم که تنبلی کنه دیر درس بخونه نتیجهش همیشه مشخصا اسم استاد دکتر تیکانی بود که امروز هم تشریف نیاوردن. هر بارم میبینمش بهش میگم یا روز دفاع خیلی سخت گرفتیم من سال 92. عرض به حضورتون که سال 80 من وارد کار در از پروژه کارشناسی ابیابی ماشین‌آلات دوار به روش تست ارتعاشات بود که در از همین کاری که الان داریم انجام میدیم. سال 79 با دکتر نحوی، اون موقع دکتر زیای تازه اومده بودن، یعنی برگشته بودن از دانشگاه انگلیس اگه اشتباه نکنم. بعد ولی تجربه خیلی خوبی داشتن، یعنی به نسبت خیلی خوب تونستن ازشون استفاده بکنیم. ایده‌های خوبی داشتن برای پروژه کارشناسی من و خیلی از راهنماییشون استفاده کردم. بعد وارد صنعت شدیم. شرکت DMT بودم من در اصل. علاوه DMT دوستان که اطلاع نداشته باشن کنار پلی اکریل مواد اولیه پلی اکریل داره تولید میکنه. و بعدم فولاد مبارکه، چند سال فولاد مبارکه بودم. 5-6 سال رفتم شرکت نفت، پالایشگاه آبادان، پتروشیمی، چند تا پتروشیمی ها ماشهر و عسلویه. و بعد سال 88 دوباره برگشتیم فولاد مبارکه و دیگه از 88 تا الان که 16 سال میشه دیگه فولاد مبارکه موندم من. که جمع سوابقم بودم 24 سال میشه. در از پیر شدیم ما دیگه تو این کار دیگه. حالا به هر حال گذر عمره. الان داشتم با چیز می اومدم دانشگاه با آقای راننده اون صحبت کردم، گفتم 28 سال پیش مثلا دانشگاه بودم. آقا به شما نمیاد 28 سال پیش دانشجو باشی؟ خب گفتیم حالا بالاخره حالا عمر دیگه میگذره. من از سال 82 هم تدریس دارم در زمینه همین آنالیز ارتعاشات ابیای ماشین آلات که اونم 22 سال سابقه کار. حالا چرا اینقدر زود من تونستم مدرس بشم؟ چون اون موقع در اصل کسایی که تو این زمینه کار میکردن خیلی تعدادشون کم بود. حتی آقای نوریان که بعد با دکتر زیایی هم کتاب نوشتن برای مثلا پروژه کارشناسی ارشدش، من با ایشون همکاری داشتم. حالا اگه دوستان بشناسن آقای نوریانا، آقای سعید نوریان، به خاطر جان بله تازگی از گروهمون هم خارج شدن. گروه تلگرامی داشتیم، اینا به چه دلیل خارج شد آقا سعید. آقای توانگرم که فعالیت ندارن تو گروه تلگرامیمون. عرض به حضورتون که حالا این کاری که ما الان اینجا می‌خوایم در مورد صحبت بکنیم
در راستای همون آنالیز ارتعاشات بیابی ماشین آلات. این مسئله که هست ما اینجا به نظرم اومد گفتم در مورد ارزش‌های پردازش سیگنال و روش‌های جدیدتر پردازش سیگنال و اثر بخشی شد روی اینکه میتونیم ما بیابی‌های پیش دستانه یا زود هنگام داشته باشیم. حالا ارزش بیابی زود هنگام چیه؟ دوستان که تو صنعت هستن خوب بدونن، ولی کسایی حالا دانشگاه هستن، اینه که شما بتونید در مراحل اولیه خرابی تشخیص بدید. مثلا فرض کنید روانکاری نامناسب برینگ داره. اگه شما روانکاری نامناسب باشه میتونید با تزریق روانکاری از خرابی برینگ جلوگیری کنید. تو مرحله بعد مثلا خرابی اولیه برینگه، شما میتونید مثلا فرض کنید که حالا با اضافه کردن در این زمینه تحقیقات انجام شده، ادیتیوهای اضافه بکنید، شاید مثلا بتونه عیوب اولیه برینگ در اصل برطرف بشه. هر چقدر دیرتر این تشخیص در اصل انجام بشه خسارات بیشتری داره. عرض به حضورتون که ما حالا چیزی که اینجا بهش میپردازیم، ما دیتا ها از ترانسدیوسر در اصل میشه پوینتر فعال میشه، قرمزه بزن، از دیتا سیگنال در اصل میشه گفت که ارتعاشات مکانیکی به سیگنال الکتریکی تبدیل میشه و تو مرحله اول یه لو پاس آنالوگ فیلتر هست و بعد آنالوگ تو دیجیتاله و بعد دیجیتال سیگنال آنالایزر و بعد میره وارد پردازش میشه دیتا که دیتا استفاده میشه برای تشخیص، برای بیابی بهتر ماشین آلات. ما بعد از اینکه کار انجام میشه معمولا ما میایم موج رو با یک سری پارامترهای در اصل آماری یا استاتیکی ما اینا رو در اصل میشه گفت که عددیشون میکنی و قابل ارزیابی هستن. میانگین معمولا چون ما اینجا با موج سینوسی و یا شبه سینوسی سر کار داریم کمتر استفاده میشه، یعنی وقتی جمع بزنیم مثلا میشه صفر موج سینوسی، به این خاطر این خیلی استفاده نمیشه. انرژی هست که به توان 2، ولی خب ما میایم از شبکه RMS استفاده میکنیم. تو بیشتر تو بحث ارتعاشات و ارزیابی ماشین آلات از RMS استفاده میشه که سیگمای دونه دونه دیتاهای ارتعاشی به توان 2 تقسیم بر n و زیر رادیکال رفته میشه که میانگین مربعات دوستان به احتمال خیلی زیاد با این سر و کار دارن. انحراف استاندارد هست که باز یه پارامتر آماری منهای در اصل میانگین میشه داده ارتعاش به توان 2 تقسیم بر n. چیز بعدی که در مورد آنالیز ارتعاشات استفاده میشه فاکتور تاج هست یا کرس فاکتور که میشه ماکسیموم پیک ارتعاشی، مثلا حالا موج شبه سینوسی تقسیم بر مقدار RMSش هست. عدم تقارن اینا جابجا نوشته شده، حالا اینجا من دیدم. این کورتوزیس توان 4، اینا به این صورت کورتوزیس توان 4 و عدم تقارن توان 3 است. فرقشون این است که چون توان 3 هست، این عدم تقارن یا اسکیونس میتونه عدد منفی باشه، سمت و سوی سیگنال به اون نشون میده سمت منفی یا مثبت، و کورتوزیس در اصل تیزی سیگنال میشه باش متوجه شد. سیگنال هر چقدر تیزتر باشه مقدار کورتوزیسش بالاتر هست و به صورت بزرگ نمایی شد. ما مقدار کلی ارتعاشات، ما وقتی یک موج در اصل سینوسی یا شبه سینوسی که معمولا ارتعاشات ماشین آلات یه چیز شبیه شبه سینوسیه دیگه، حالا مجموعی از فرکانس ها هست، ارزیابی میشه با پارامتر RMS یا پیک قله دامنه، پیک تو پیک از دامنه. حالا اینا کدومشون مثلا کجا استفاده میشه حالا از بحث این جلسه ما خارجه. دوستان که تو صنعت هستن به احتمال زیاد با اینا سر و کار دارن. حالا برای دوستان که تو دانشگاه هم هستن، هر کدومشون مثلا RMS برای نماینده شدت انرژی برای ماشینالات با دور متوسط استفاده میشه، مثلا پیک تو پیک برای ماشینالات دور پایین و سنسورهای نان کانتاکت ارتعاشات جابجایی استفاده میشه که اگر مثلا شما تصور کنید که یه برینگ ژورنال دارید، حالا این حالت نشون دادنشون خیلی جالب نیست. شما فرض کنید یه برینگ ژورناله و یه شافت که داره داخلش میچرخه، چون یه کلرنس باید بین شافت و برینگ ژورنال باشه. شما سنسور نان کانتاکت گذاشته میشه و در اصل این میزان جابجایی باید بدونیم از یه حد بالاتر نره، مثلا از 70% کلرنس برینگ نباید بالاتر بره. اگه بالاتر بره برینگ آسیب دیده میشه. به این خاطر این از پیک تو پیک استفاده میشه که قله به قله کلا میزان جابجایی چه میزان هست. موج زمانی، در مورد موج زمانی در اصل ورودی
ترانسدیوسر هست که یه سیگنال الکتریکیه و بعد یه ضریب حساسیتی بهش داده میشه و در اصل نماینده ارتعاشات ماشینه در زمانهای کوتاه و در این موج زمانی خودش هم قابل ارزیابی هست. مستقیما این موج زمانی یا تایم ویو برای بعضی از عیوب مثلا مثل کاویتاسیون یا شکستی دندان یا پدیده بیت استفاده میشه. این مثلا این موج زمانی مثلا مال سال 2007 فکر کنم، دو تا فن کنار هم دیگه بودن تو پالایشگاه آبادان. این موج واقعیه. خب ما معمولا برای آنالیز ارتعاشات از تبدیل فوریه استفاده میشه که تبدیل فوریه تو درس ریاضی مهندسی بود و اولی کتاب ارتعاشات هم هست. تو تبدیل فوریه ما یه تبدیل فوریه در اصل پیوسته داریم و یه تبدیل فوریه دیجیتال که تبدیل فوریه در اصل آنالوگ یا هم پیوسته از روش انتگرال گیری است. اصولش هم به این صورت هست که شما یک موج واقعی اینجا دارید، شما تبدیل میشه به چند تا موج سینوسی و از این موج سینوسی سه تا پارامتر داره، یکی دامنه داره، یکی فرکانس داره و یکی دیگه زاویه فاز داره. ولی تو معمولا تو اسپکترام زاویه فاز حذف میشه، نشون نمایش داده نمیشه چون اهمیتی نداره، اختلاف فاز مثلا فرکانس مختلف نسبت به هم دیگه. پس اینجا ما از دامنش استفاده میکنیم برای بلندی چیز، در اصل میشه گفت که دامنه، از فرکانسش استفاده میشه که عکس پریود هست برای فرکانس و یه ترکیب میشه به نام اسپکترام یا طیف فرکانسی. تبدیل فوریه دیجیتال در اصل استفاده میشه چون ابزار ما ابزار دیجیتال هست، شبیه همونه، انتگرال فقط تبدیل به سیگما میشه و الگوریتم هایی هست که اینا بتونن به عدد 2 به توان مثلا n بکنن که بتونه سریعتر محاسبات انجام بشه که بهش میگه فست فوریه ترانسفورم. خب در طیف ارتعاشات یا اسپکترام مهمترین کاربرد داره در ABAB ها و اولین کاری که انجام میشه که فردی که تشخیص میده اول از طیف ارتعاشات فرکانس رو ارزیابی میکنه و فرکانس در اصل میشه گفت که میشه با استفاده از اون فرکانس عیب تجهیز تخمین اولیه زده میشه. این مثلا حالا اینا قدیمی طیف ها، مثلا سال 2006 مال 20 سال پیش. تابع انولوپ تابعیه که در اصل خود کلمه انولوپ مشخص پوش یا پاکته که شما یه سیگنالی که دارید یه روکش رو سیگنال گرفته میشه که استخراج فرکانس های پایین از روی فرکانس های بالا هست که کاربرد در مورد چرخدنده ها برینگ ها کاربرد داره و خیلی به صورت گسترده در مورد برینگ ها استفاده میشه. قبلا لازم بود که مثلا جداگونه اندازه‌گیری بشه، الان ابزاری که هست همون زمان میتونه اندازه‌گیری کنه. باز خودش این یه چالشایی داره که یه مقدار خارج از بحث ما. حالا دوستانی که علاقه دارن در این مورد اطلاعات داشته باشن میتونیم با هم در ارتباط باشیم. تبدیل فوریه زمان کوتاه هست. تو تبدیل فوریه زمان کوتاه در اصل در بازه های باریک، یعنی تبدیل حوزه زمان فرکانس در بازه های باریک زمان و فرکانس میشه. یه نمودار شبه آبشاریه در اصل، یعنی شما مجموعی از طیف‌های فرکانسی داری که اینجا تجمعش مشخص میشه. حالا یه نمونه عکسش رو میبینیم در اسلایدهای بعدی. فرمولی هم که محاسبه میشه برای یک سیگنال آنالوگ که تبدیل فوریه زمان کوتاه به این صورت هست. حالا خیلی وارد بحث‌های توضیح فرمولاش نمیشیم. مفهومی که حالا بیشتر تکیه این ارائه ما روش تکیه داره اسپکترال کورتوسیس هست که بر اساس تبدیل فوریه زمان کوتاه هست. اینجا کاری که اسپکترال کورتوسیس انجام میشه، کورتوسیس اگه یادتون باشه با توان 4 گفتیم تیزی های سیگنال ها بزرگنمایی میکنه و دیده میشه و اسپکترال کورتوسیس سال 2006 یک فرد فرانسوی به نام آنتونی اینو استفاده میکنه از اسپکترال کورتوسیس برای ABAB ماشین آلات یه مقاله میده و بعد با رندال که در اصل بزرگ کاندیشن مانیتورینگ آنالیز ارتعاشات هم هست با هم یه مقاله میدم و کار بسیار جالبیه و جدیداً داره استفادهش بیشتر میشه نسبت به مثلا بعد از 20 سال. کاری که اینجا انجام میشه اینه که
شما مثلا یه موج زمانی یا میاد به بازه های ریز چیز تقسیم میکنه، همون شورت تایم فوریه ترانسفورمه و بعد اینا میاد روی نمودار و هر کدوم از این بازه های زمان کوتاه یک طیف در اصل فرکانسی ما داریم طیف و بعد طیف فرکانسی هر فرکانسی در اصل پارامتر کورتوزیزش حساب میشه، جایی که در اصل میشه تیزه اون فرکانس قله بالاتریه و این در اصل در حوزه فرکانس میشه کورتوزیز اسپکتروم. یه عکس تبدیل فوری هم بهش داده میشه و بعد تو حوزه زمان دیده میشه. این تابع ریاضیشه. حالا کاربرد اینو ما بیشتر در مورد صحبت میکنیم. حالا یه مروری هم بکنیم در مورد اویبه گیربکس ها. حالا اویبه مختلفی میتونن باشن، مثلا نسبت ناسعی چرخ دنده ها، یعنی که تو طراحی این لحاظ نشه خود به خود مستعد در اصل خراب شدن چرخ دنده است. چرخ دنده‌های خارج از مرکز و غیر منطبق از پهنا، چرخ دنده‌های مونتاژ شده بر روی شافت خمیده، لقی شامل چرخ دنده‌های برینگ‌های نصب بر روی شافت ولی برینگ‌های لق در هوزینگ آن، ناهمراستایی، بکلش زیاد چرخ دنده‌ای که دندان‌های ترک خورده شکسته یا بد شکل دارن. حالا در مورد انواع گیربکس‌ها صحبت می‌کنیم، عیوب گیربکس‌ها و آنالیزشون صحبت می‌کنیم در مورد ارتعاشات. حالا یه ویو کلی تو این اسلاید ما داریم ازش. گیربکس ها وقتی که عرض شود که یه فرکانس ارتعاشی مشخصی تولید میکنن که به نام توس مش فرکانسی یا گرمش فرکانسی که میشه حاصل ضرب تعداد دندونه ها ضرب در دور. دوستان کسی اینجا آنالیز ارتعاشات تو صنعت کار میکنه اختصاصی؟ کسی هست از دوستان؟ شما چه شرکتی هستید؟ خصوصیه؟ بله. حالا کسی که کار میکنه با فرکانس گرمش سر کار دارن که میشه حاصل ضرب تعداد دندونه ها ضرب در دور. یه تابعی هم شرکت همون باب رندال در اصل اینا خودشون مبدع بودن تو دانشگاه نیو ساوت ولز در اصل استرالیا کار میکردن و بعد اینا بردن شرکت بی ان کی. یه تابعی به نام کپسترون استفاده کردن که کپسترون الان دیگه ما تو صنعت استفاده نمیکنیم ولی قدیم خیلی مثلا در موردش تبلیغات انجام میشد، خیلی ما کاربرد مفیدی ازش ندیدیم. کپسترون کاری که انجام میشه دوباره از رو خود طیف ارتعاشات در اصل تبدیل فوریه معکوس انجام میده و در اصل میشه گفت که به حوزه زمان برده میشه. حالا ما کاری به کپسترون نداریم، حالا اصلا ریشه کلمش چیه و چه کاربردی داره از بحث ما خارجه. فقط اینجا ما یه فرکانسی داریم، فرکانس درگیری دندونه ها هست که میشه حاصل ضرب تعداد دندونه ها ضرب در دور. ارتعاشات از چندین منبع به وجود میاد: تغییر شکل دندانه تحت بار یا سایش یک نقطه محیط چرخ دنده، اثرات موضعی از قبیل دندانه ترک خورده، یا مثلا میگیم از سمت بار میاد، مثلا نیروهای بیرونی مثلا میس الاینمنت، حالا یا هم تراز نبودن ساف فوت میشه بگیم، یا در اصل میشه گفت که ناهمراستایی که داخل سیستم هست، داخل برینگ هست، یا سایش یک نواخت محیط چرخ دنده است که پروفیل دندانه مناسب نباشه، یا اینکه مثلا خود در اصل میشه گفت که یه دندونه آسیب دیده که ما اونجا امواج ضربه‌ای داریم. این رابطه ابتدایی اصلا طراحی دندونه ها هست که امگا 2 به امگا 1 میشه N1 به N2 و D1 به D2 و بعد گرمش فرکانسی میشه حاصل ضرب تعداد دندونه ها ضرب در RPM. به این خاطر یک جفت چرخ دنده یه گرمش یکسان دارن، به خاطر اینکه امگا 2 ضرب در N2 مساوی با N1 ضرب در امگا 1. پس ما یه جفت چرخ دنده این فرکانس حاصل ضرب یکسانی دارن. فرکانس شبکه چرخ دنده کسری میگه شما در صورتی که چرخ دنده‌ها یک عامل مشترک داشته باشن ممکنه که فرکانس در اصل میشه گفت که کوچکتر از فرکانس گرمش هم اتفاق بیفته، یعنی حاصل ضرب دندون‌ها ضرب در دور تقسیم بر n. مثلا فرض کن دو تا دندون داریم، یکیش مثلا فرض کن 30 تا دندونه داره، حالا با هم درگیرن که 100 تاست، مثلا عامل مشترکش چنده؟ 130 مثلا عامل مشترکش 10. اون وقت 10 مثلا اگه شما فرض کنید 100 تا مثلا تو 100 تا مثلا 10 تا دندونش مثلا 1000 RPM باشه، مثلا فرض 100 تا دندونه ضرب در حال 10 RPM که نه، مثلا 1000 RPM باشه، مثلا 100,000 RPM باشه، این تقسیم بر 10 مثلا فرکانس 10000 RPM هم ما میتونیم ببینیم.
به این خاطر اینا کمتر ما میبینیم، ولی به صورت با تعداد در اصل میشه گفت که تجربیات خیلی زیاد در این زمینه داریم، ولی دیدم چند تا دیدم من تو این سالی که کار کردیم. ساب هارمونیک، آره ساب هارمونیک تو درس ارتعاشات غیر خطی در مورد ساب هارمونیک صحبت کردیم، حالا ما با دکتر نحوی هم داشتیم. این چیز شبیه ساب هارمونیکه که این ساب هارمونیکا در اصل میشه گفت که فرکانس های چیز در اصل میشه گفت که کسری هستن. خب حالا فرکانس یه فرکانس دیگه داریم، فرکانس شکار چرخنده است که این فرکانس پایینیه، میشه فرکانس گرمش فرکانسی تقسیم بر ال محاسبهش اینجوریه که میشه حاصل ضرب تعداد دندونه پینیون ضرب در گیر تقسیم بر کامان فاکتور. این در اصل میشه گفت که این فرکانس مربوط به زمان رسیدن دو دندانه از یک چرخنده است. شما فرض کنید که دو تا دندونه، یعنی پیش فرضش این شکلیه، یه دندون مثلا این پینیون باشه این گیر باشه، این دو دندون به هم یه حساسیت داشته باشن، مثلا جفتشون بزرگ باشن یا جفتشون کوچیک باشن به نسبت بقیه دندونا، اینا هر چقدر اینا هی با هم تماس پیدا بکنن ایجاد چیز میشه دیگه، مخصوصا اگه بزرگتر باشن ضربه میزنن. وقت این محاسبه میتونه فرکانس زمانی که اینا هی هم دیگه رو میبینند هر چقدر این عامل مشترک در اصل بزرگتر باشه، یعنی اینا پینیون و گیر نسبت به هم اول نباشند، تعداد بیشتر این دندونا هم دیگه رو میبینن. این فرکانس در اصل میگه که به نام هانتینگ فرکانسی گفته میشه یا فرکانس شکار دندونه هست که رابطش هم به این صورت حساب میشه. ما اگر مثلا فرض کنیم که اینا با هم دیگه اول باشن نسبت به هم، مثل موردی که ما داریم، این کامان فاکتوره میشه در اصل 1 و این فرکانس میشه گرمش فرکانسی تقسیم بر حاصل ضرب تعداد پینیون ضرب در گیر که فرکانس خیلی کوچیکی میشه، یعنی خیلی دیر به دیر همدیگه رو میبینن و عمر بیشتری در اصل میشه گفت که چرخنده خواهد داشت. آگما یه جدولی داره استاندارد، میگه که شما اگر که عامل مشترکتون در اصل میشه گفت که یک باشه 100% مثلا expected life و همینطور عامل مشترک 10 باشه مثلا به 10% میرسه. این به خاطر حساسیت دندونه ها نسبت به همدیگه هست و بهتره که اعداد در اصل نسبت به هم اول باشن تعداد دندونه ها. ما یه بحثی داریم مدولاسیون دامنه است که ترکیب فرکانس ها هست، دو تا فرکانسی که با هم دیگه در اصل از نظر ریاضی با هم ضرب میشن ولی از نظر فیزیکی رو هم دیگه در اصل میشه گفت سوار میشن. مثلا شما تصور بکنید که یک چرخنده دارید که خمیده هست، خود فرکانس خمیدگی فرکانس چرخش شفت هست، یه نوع لنگی یا یک نوع نابالانسه، یه نوع خارج از مکانیزم با هر دوری یک نیروی وارد میکنه. حالا شما حساب بکنید که حالا مثلا این قراره با هر دوری یک فرکانس چرخشی ایجاد بکنه، حالا شما فرکانس درگیری دندونه هم تحریک میشه با هر دور چرخش، بعد میشه به این میگن مدولاسیون فرکانس گرمش و فرکانس چرخش که به صورت از نظر ریاضی به صورت ضرب فرکانس ها است و از نظر در اصل میشه گفت که پردازش سیگنال و تصویری به این صورت هست که بهش گفته میشه که یه فرکانس در اصل میشه گفت که کریر داره و یه فرکانس در اصل مدولاتور داره که اینا با هم ترکیب میشه. حالا در طیف ارتعاشی به نام ساید باند ها دیده میشه. یه فرکانس در اصل میشه گفت که اصلی مثلا فرض کن گرمش دیده میشه و بعد دو طرفش با فاصله مثلا فرکانس چرخش هست که به این صورت به حالت دل زدن میتونه به این صورت مدوله بشه و نوسانات ارتعاشات داشته باشه. مدولاسیون فرکانسی هم شبیه همینه، فقط بحث مدولاسیون فرکانسی اینه که تو تایم ویو هم تغییر اتفاق میفته که به نظر میاد این فرکانس همیشه در حال تغییر کردنه که این میشه در اصل میشه گفت که کوسینوس 2p اف کریر به اضافه سینوس، یعنی فرکانس ها بیشتر با هم ترکیب میشه و به همین خاطر مثلا این کوسینوس این فرکانس دائم در حال تغییره چون تابعی از تغییرات زمان. بکلش زیاد خارج از مرکزی چرخنده مخصوصا بکلش زیاد میتونه باعث فرکانسی مودولیشن بشه. این بیشتر مثلا از رو طیف ارتعاشات که ما اینو بخوایم باید ببینیم به این صورت هست که به صورت ساید باندهای پرتراکم‌تر به نسبت امپلیتیود مودولیشن هست. چرخنده خارج از مرکز
چه ویژگی داره؟ در مورد چرخ دنده خارج از مرکز ما صحبت کردیم. یه چرخ دنده در 4 حالت اتفاق میفته. دندان‌ها یک عامل مشترک داشته باشه، تعداد دندان‌ها چرخ دنده عامل مشترک ندارد و یکی یا هر دو خارج از مرکز باشد. چرخ دنده در چندین مقطع خارج از شکل بشه. چرخ دنده نتیجه بر روی شافت خمیده. این 4 حالت ما بررسی می‌کنیم تو اسلایدهای بعدی. چرخ دنده خارج از مرکز میگه اگر که عامل مشترک داشته باشه، همونطور که گفتیم فرکانس گرمش تقسیم بر عامل مشترک مثلا دیده میشه توی طیف ارتعاشات. چرخ دنده خارج از مرکز که عامل مشترک نداشته باشد، همون فرکانس گرمشه که حالا اگه مثلا خارج از مرکز باشه به صورت مثلا سایدباندهای اطراف فرکانس در از گرمش باز دیده میشه. چرخ دنده خارج از مرکز در چندین مقطع خارج از شکل باشد. فرکانس حاصل ضرب تعداد محل‌های تغییر شکل یافته در سرعت چرخ و گاهی به همراه سایدباند. این فرکانس ممکنه به صورت سایدباند اطراف جیم. این مورد کم پیش میاد. اگه شما فرض کنید که تو دستگاه 3 نظام تحت فشار مثلا وقتی میخوان چرخ دنده تراشیده بشه، مثلا فرض کنید 4 طرف یا این مدل چرخ دنده‌ها که حالت ویل هستن اتفاق میفته، یا چرخ دنده‌های معمولی زمانیه که تحت فشار باشن. من توی این 24 سالی که دارم کار میکنم یک مورد دیدم به گیربکس توربو اکسپاندر ذوب‌آهن، واحد اکسیژن ذوب‌آهن که از وقتی روسیه این چرخ دنده رو تراشیدن 6 ضلعی بود. یعنی وقتی اندازه‌گیری می‌کردیم به نظر چیزی نمی اومد، ولی وقتی میرفت روی کار فرکانس 6 برابر دور ما داشتیم روی اون چرخ دنده. قبلا اگه از این چرخ دنده استفاده کنیم فرکانس زیاد دیده میشه حاصل ضرب تعداد دور ضرب در این، حالا در اصل میشه گفت که این میله ها. خب چرخ دنده خارج از مرکز روی شافت خمیده همونطور که گفتیم مدولاسیون در اصل میشه گفت که دامنه مثلا روش اتفاق میفته و به صورت گرمش و سایدباند ها دیده میشه. چرخ دنده لغو و ساییده این موردیه که حالا موردی که ما سر کار داریم که در مورد کیس استادی خود گیربکس فینیشینگ باش در مورد صحبت می‌کنیم. میگه در این حالت بکلش افزایش و حالت ارتعاشات به صورت ضربی میباشد و به صورت نویز سفید ایجاد ارتعاشات مینماید. در این حالت ممکن مجموعه از فرکانس‌های مختلف به وجود آید که معمولا هارمونیکای فرکانس چرخش میباشند که شما ممکن حتی فرکانس گرمش هم به خوبی دیده نشه یا مثلا وجود داشته باشه، ولی اینجا به صورت هارمونیکای در اصل میشه گفت که مضارب فرکانس یا هم سوپر هارمونیک یا مضارب فرکانس های چرخش هست که ممکنه در یکی دو جا مثلا به صورت قالب دیده بشه. چرخ دنده های ناهمراستا، باز خود ناهمراسته چرخ دنده ها حالا میتونه ناهمراسته داخل باشه به نصب برینگ ها مثلا باشه، میتونه ناهمراسته از سمت کوپلینگ مثلا وارد بشه. این فرکانس گرمش و هارمونیکای دوم و سومش میتونه دیده بشه. بکلش نامناسب زمانیه که در اصل که حال در مورد مدل بکلش نامناسب که فرکانسی مودولیشن مثلا ما صحبت کردیم، اینجا به صورت سایدباند های اطراف فرکانس چرخش دیده میشه. دندانه ترک خورده این مدلیه که تو طیف ارتعاشات ممکنه به خوبی دیده نشه، ولی تو تایم ویو از موردایی که استفاده از تایم ویو به صورت ضربه‌ای دیده میشه. در یه زمانی می‌بینید همیشه با هر دور در اصل چرخش چرخ دنده ما ضربه داریم و اینم با هم به حالت نویز سفیده و بعضی جا ممکنه دامنه‌های مشخصی داشته باشه رو فرکانس‌های مشخص. خب حالا ما بریم در مورد کیس خودمون که توی فولاد مبارکه هست صحبت بکنیم. ما اینجا واحد فینیشینگ نورد گرم، آخرین مرحله در اصل میشه گفت که واحد نورد گرم هست که نورد گرم تختال گرم واردش میشه یا تو کوره پیش گرم میشه و میاد اونجا نورد انجام میشه. تو قسمت رافینگ تغییر شکل بیشترین تغییر شکل داریم چون دمای در اصل میشه گفت که ورق بالا هست و بعد اینجا میاد یه مقدار دما ورق میاد پایینتر و یه چیزی بین نورد سرد و گرمه، ولی به هر حال ورق داغه و سرخه در اصل. حالا تو فیلم و تصاویرش هست. تو واحد فینیشینگ ما 7 تا موتور داریم که 5 تا موتورش 7 مگاوات برق مصرفیشه در حد اکثر توانی که میتونه مصرف کنه، ولی معمولا 3-4 مگاوات هر کدومشون برق مصرف کنه. مثلا 7 مگاوات دوستان که واحد نیروگاه هستن یا مثلا ارتباط دارن میدونن که مثلا 7 مگاوات خودش مثلا برق یک کارخونه است. مثلا شما هر یه دونه اینا مثلا در حالت
حد اکثر 7 مگاوات برق مصرف کنه، در صورتی که یه قسمت کوچیکی مثلا از واحد فولاد مبارکه است که فولاد مبارکه جمعاً 1100 مگاوات برق مصرف داره که یکی از پر مصرف ترین واحد تولیدی کشورم هست. محدوده سرعت چرخش این موتورها بین 165 تا 465 RPM، موتور DC و دور متغیر هم هست. دور متغیر باید باشه چون تو نورد به هر حال باید دور تغییر بکنه، ورق داخل وارد بشه، گاز بگیره، نورد انجام بده. بعد سفارش‌های مختلف دارن برای نورد، به این خاطر مجبورن از موتورهای دور متغیر استفاده کنن. نسل قدیم نورد دور متغیرها موتور DC بود، ولی الان از موتورهای AC با درایو استفاده میکنن که در اصل اقتصادی تر و راندمان بالاتری داره، ولی اینا مال نسل قدیمه که 30 و چند سال پیش اینا مورد بهره برداری قرار گرفتن. 1 تا 5 گیربکس کاهنده داره، قفسه 6 و 7 به صورت مستقیم گشته‌ها رو منتقل میکنه. این ماشینا طراحی ساخت مناسبی دارن و خوبم بهره برداری شدن. از زمان افتتاح فولاد مبارکه از سال 1371 تا کنون تعمیرات اساسی جدی نداشتن، یعنی 33 ساله دارن کار میکنن، ولی اینکه گیربکس کلا باز بشه و مثلا فرض چرخنده عوض بشه تا حالا هیچ کدوم از این 5 تا گیربکس نداشتن. این فقط مثلا در حد مثلا تعمیرات انسان کوپلینگ رو باز کردن، مثلا گریس میزنن چون باید به صورت دوره‌ای مثلا 6 ماه یک بار اینا، چون یه کوپلینگ فلکسیبل هست انعطاف پذیرش حفظ بکنه، اینجا مثلا روانکار بهش زده میشه، تمیزکاری میشه. خب ما اینجا تو اسلاید قبلتر دیدیم، اینجا بهش میگن سالن برق، جایی که در اصل موتورها و گیربکس هستن. حالا گیربکس اون گوشه است، اینجا تو تصویر خوب دیده نمیشه. بعد این چیز میشن به گیربکس منتقل میشن. حالا این هم بزرگی گیربکس هم نشون میده، این مثلا گیربکس به این بزرگی، دو تا آدم دارن روی این کوپلینگش کار میکنن. بعد این گیربکس میاد وارد خروجی گیربکس کاهنده هست، میاد وارد یه گیربکس دیگه میشه که این گیربکس کارش اینه که تغییر دور نداره، فقط به 2 مرحله در اصل میشه گفت که تبدیل میشه که بتونه نورد انجام بشه. یعنی اینجا سنکرون میشه که نیروی بالا، رول بالا و رول پایین فشار رو به ورق وارد بکنه. زمانی که ورق وارد قفسه میشه ضربه شدیدی حس میشه که به صورت ارتعاشات گذرا است. این طبیعیه. زمانی که اینجا ورق میاد داخل، میره وارد قفسه یک میشه، یه ضربه صدا طرق محکمی مثلا شنیده میشه که سالها هست این ضربه هست، تو جزئی از طراحیه، ولی نگرانی داره ممکن این ضربات باعث خرابی‌های مثلا رو خود تجهیزات و فونداسیون شده باشه که ما در اصل شروع کارمون هم از رو همین بود. ما اینجا در اصل من چطوری میتونم ران کنم این فیلم‌ها؟ ندارین کنترلش؟ ببینید ورق از اینجا داره وارد میشه، ورقی گرم، حالا یعنی سرد شده یه مقداری، میاد اینجا وارد دوش میشه، یه حالت هدایت کننده داره اینجا ورق، و بعد از اینجا میره تو قفسه یک. این قفسه یک هست، این در از پشت قفسه است، و بعد این قفسه 1 2 3 همینجوری میره نورد انجام میشه. و ماشاءالله هم که مصرف آب هم میبینید دیگه، همینطوره شور آب میرسه. من به نظرم 7 قفسه اگه تو رودخونه زاینده رود ریخته میشد مشکل آبمون شهر اصفهان حل میشه، فقط همین 7 دونه ماشین اینجا بعدش بریفتن نمیومد جا دیگه، آب نمیومد اصلا اینجا. نمیومد اینجا چرا؟ اصلا آب داره این داره. آره دیگه آب این داره استفاده میکنه دیگه. البته این آب سیرکوله میشه، شما اگه یه بار دیگه اینا چیزش کنید میبینید اینجا، ببخشید خودم زحمت نکشید. این ورقه که تو قسمت رافینگ نورد انجام شده، کاهشی دور انجام شده، اینجا هدایت میشه به داخل قفسه ها و اینجا نورد انجام میشه، و اینجا این میزان آب اینجا یه حالت چاهک مانندی هست، این آب برمیگرده خنک‌کاری میشه و بعد باز دوباره روی استفاده میشه. ولی به هر حال چون ورق داغ هست اونجا اصلا درصد رطوبت بالاست و خیلی اتلاف در اصل میشه آب تو تبخیر هست دیگه. البته سالونه، ولی به هر حال دیگه این آب تبخیر میشه و مصرف آب بالاست دیگه.
حالا زمانی که از اصل قضیه دور شما گفتن آب، زمانی که حالا من یه بار رانش میکنم، ببخشید میخوام صدا رو ببینم میتونید بشنوید. زمانی که وارد میشه صدا تقی شنیده میشه. صدا آب بود. اینجا یه صدای، البته تو سالن برق بهتر شنیده میشه. به محضی که وارد میشه یه صدای شدیدی وارد میشه که اصطلاحاً بهش میگن گاز گرفتن ورق هست. فاصله قلطی که مقدار ثابتی همیشه یا با ورود برق فاصله جابجا میشه تو هر تولیدی. مثلا فرض کن سفارش در از ایران خودرو با یه فاصله تنظیم میشه، با یه دوری، مثلا با از چه میدونم گروه انتخاب مثلا دارن انجام میدن با یه ورقی میزنن، یه سری هم دیگه روتین فولاد مارکت تولید میکنه دیگه، مورد نیاز بازار است. نه آره ثابته، مرحله ثابته دیگه، هر کدوم مثلا فاصله، مثلا این فاصله قفسه 1 مثلا فاصله قفسه 2 همینطور هی ثابته و کاهش چیز داریم، کاهش فاصله داریم از قفسه 1 به 7. پس این که میزدیم خودش میره رو راه. خب گیربکس قفسه 1 24 تا دندونه ورودیه، تا ما نقشه پینیونش رو فقط گذاشتم اینجا که در اصل میشه گفت که محور ورودی هست و دندونه جناقی، هلیکال جناقی و که اینم مخالفه هم دیگه گذاشتن که نیروی محوری به حداقل برسونه و اون طرف 131 دندونه داره خود گیر و مثلا فرض کن معمولا نورد رو از 240 آر پی ام به 43 آر پی ام تبدیل می‌کنه که این نورد میگن دور بالا، یعنی 43 آر پی ام. برای نورد گرم دور بالا، مثلا رافینگ خیلی پایین‌تر از این حرف هست مثلا قبل از این. پس ما اینجا با دور پایین سر کار داریم، بخاطر 43 آر پی ام بودن، به خاطر اینکه زیر 60 آر پی ام و دورش هم متغیره. این مقداری کارو سخت میکنه، به این خاطر خیلی تو برنامه داده برداری روتینی اون نیست، چون دائم این برنامه تولید متفاوته، ورقای مختلفی گذاشته میشه، نیروهاش متفاوته، دورش متفاوته و مشخص نیست وقتی داری میره با چه دوری اندازه‌گیری میکنیم و تو چه شرایط باری هم هست. یه دستگاه پورتابل در اصل میگم که دستگاه مانیتورینگ آنلاین ساختیم با کمک دوستان. حالا قرار شد که آقای نقشینه هم یه دستگاه دیگه بهشون در اصل بفروشن، حالا چون دستگاه خودمون ساخته بودیم و این سنسورها اینجا در اصل نصب شده. یه سنسور در جهت محوری گیربکس گذاشته شده، یه سنسور در جهت عمودی دیگه و این کابل از اینجا میاد، دو تا کابل میره داخل یه دونه در اصل دک که نزدیک خود همینجا هست و بعد این دیتا که اینجا از دک کابل کشی کردیم توی یه پنله که اینجا ما میتونیم دیتا رو ببینیمش. مبنای آلارم تریپش بعد چی میشه با توجه به که بار رو همه چیز متغیر؟ الان بهتون میگم، اسلاید بعدی. دادای آنلاین ما اینجا عرض به حضورتون که ما اینجا کیفیت نداره تصویر، اینجا نوسانات در اصل میشه گفت که این مقدار ارتعاشات اووراله که همون RMS که ما صحبت کردیم، اینم طیف ارتعاشاته. شما تصور کنید یه فرکانس اینجا هست و اینم اینجا هم یه تایم ویو که در اصل موج زمانی گرفته میشه. معماریش هم در اصل پیشنهاد خودمون بود و اینجا هم یه بحث نمودار سیرکولاره که حالا تو اسلاید بعدی بیشتر در موردشون صحبت می‌کنیم. مبنای در اصل استاندارد قبلی ما ایزو 10816 3 بود رو گیربکس ها، ولی الان استاندارد 20816 9 گفته شده که دسته‌بندی که انجام میشه مثلا میل که مال نورد گیربکس های میل 20816 استاندارد اختصاصی در اصل میشه گفت که گیربکس ها هست. این میل تو این دسته‌بندی گروه 4 قرار میگیره و بالاتر از 10 مگاوات مثلا تو دسته‌بندی های هست، پایینتر از 10 مگاوات تو دسته‌بندی لو هست که بهش میگن وی آر 12.5 و تو این دسته‌بندی و بعد تو جدول بعدی تو خود همون استاندارد این نشون داده میشه که اگر که تو وی آر 12.5 دسته‌بندی باشه زیر 8 میلیمتر بر ثانیه خوبه، بین 8 تا 12.5 مجازه، از 12.5 تا
20 مثلا هشداره، از 20 به بعد مثلا خطره. حالا این زون ABCD یعنی A یعنی خوب، B تقریبا B یعنی مجاز، C یعنی هشدار، D یعنی خطر. حالا ما اینجوری ترجمهش میکنیم. یعنی تو زیر 12.5 خیلی جای نگرانی نداره. زیر ما در بر اساس استاندارد قبلی همش ما اینا رو خطر می‌ذاریم، چون استاندارد 816 گفت از 11 به بعد یه مثلا خطر بزن. استاندارد یه مقدار دستمون رو باز که گذاشته برای اینکه اجازه بدیم، یعنی خیلی مانیتورشی برای کارکرد گیربکس نداشته باشیم و حد خطرش هم 20 میلیمتر بر ثانیه در نظر گرفته شده. حالا این نمودار RMSی که ما گفتیم مثلا در بازه یک هفته می‌بینیم که مثلا این خط 12.5 میلیمتر بر ثانیه هست گذاشته شده. زمان‌های کمی از 12.5 میلیمتر بر ثانیه تجاوز میکنه، اکثرا زیر 12.5 میلیمتر بر ثانیه هست. به این خاطر این شرایط خیلی شرایط هشدار مثلا شدید نیست، بلکه هشدار اولیه هست که باید تحت مراقبت باشه که ما داریم کارو انجام میدیم. طیف ارتعاشی هم که ما داریم اینجا فرکانس 108 هرتز هست، همون طیفی که با همون دستگاه گرفته شده. دور محور ورودی 270 RPM یا 4.5 هرتز ضرب در 24 اندازه کنیم 108 هرتز میشه که فرکانس گرمشه. یه فرکانس 13 برابر دور هم هست که حالا بعد تو اسلاید بعدی در موردش صحبت کنیم. داده برداری با دستگاه پورتابل. با دستگاه پورتابل فولاد ماره که تقریبا همه دستگاه پورتابل ارتعاشات موجود تو کشور رو داره. این دستگاه فالکون فرانسوی هست که سنسور 3 جهته داره. حالا چرا از این دستگاه استفاده میکنیم؟ به خاطر سرعت بالش که تو یه بار اندازه‌گیری شما 3 جهت میتونید اندازه‌گیری بکنید. این هم سنسور وایرلسش هست که محور اصلیش هم محور افقی مثلا حالا ما گذاشتیم، یه مگنت هم سرش هست که میچسبونیم بهش و جهت‌های عمودی و محوری هم اندازه‌گیری میکنه همزمان. و این زمانمون رو در اصل خیلی صرفه‌جویی در وقتمون میشه، یعنی با هر بار اندازه‌گیری یه نقطه رو ما اندازه‌گیری میکنیم. خب حالا ما دیتایی که با این دستگاه گرفتیم روی 5 تا گیربکس، گیربکس 1 تا 5 ببینید مثلا این ارتعاشاتی که با اون دستگاه گرفتیم، چون ما در بدترین حالت نمیگیریم، حالا رندوم یه وقتی میایم اندازه‌گیری میکنیم مثلا تا 72 میلیمتر بر ثانیه هست. قفسه 2 مثلا نهایتا 5.5 میلیمتر بر ثانیه، قفسه 3 4 5 دیگه خیلی شرایطشون خوبه، اصلا نگرانی هم واقعا وجود نداره براشون از نظر ارتعاش. نقاط اندازه‌گیری نقطه 1 نقطه 2 نقطه 3 اینجاست. نقطه 1 ورودی از سمت در اصل میشه گفت که گیربکس از سمت موتور، نقطه 2 همون محور در اصل ورودیه و نقطه 3 این طرف. اینور هم دور پایینه هم دسترسیش سخته، پای گریس و خیلی شرایط ناایمنه. به هر حال جا من یه سوال من بحث ترندش دارم. مثلا گیربکس 1 دیگه سطح ارتباطش خیلی بالاست، بازم از حد استاندارد خیلی فاصله داره. خیلی پایین‌تره. بعد معمولا ماشین اول کار چیه مبنای ترندی میذارن، معمولا اون میشه بیس دیگه. بله بیس. خیلی دست. بعد این بار چون متغیر و اینو هر دفعه یه برابر با تغییر بار خب این سطح ارتعاش بعد این ترند و مبناش چجوری سخته دیگه. به شما استاندارد 816 گفته که آقا شما اندازه‌گیری انجام بدید، چند مرتبه بگیرید، شما بعد متوسط بگیرید و بعد شما این بیسلاین میشه، بعد بیسلاین ضرب در ضریبی از عددی که ما گفتیم اون رو به عنوان حد هشدار بگیرید. مال زمانی که بار ثابت. بعد تو همون استاندارد گفته برای ماشین‌های دور متغیر شما زمانی اندازه‌گیری کنید که ماشین بیشترین حالت در اون شرایط کار بکنه. نه نگفته ماکسیموم، در حالتی که ماشین بیشترین زمان در اونجا کار بکنه. استاندارد 816. اگر ما می‌خواستیم با دستفرمون این توصیه استاندارد 816 بریم، این اصلا مثلا فرض کنید که شما اینجا نگاه بکنید مثلا بیشترین حالتی که چیز داره مثلا در حد 7 تا 8 میلیمتر بر ثانیه است. حالا بیشتر اینجا جایی که تولید نداریم ما دیگه در اصل، یعنی مثلا داره غلطک چیز میکنه دیگه، حالا رد میشه اینا. آره مثلا 7 تا 8 مثلا میشه، حالا با ضریبی هم که میداد شاید همون 12 و نیم میشد. 2816 مستقیم گفته نباید 12 و نیم بالاتر باشه. اگه 12 و نیم بالاتر باشه شما ایزو 2816 شما وضعیت هشدار رو دارید. یعنی مبنای متغیر اینا دیگه هست که 2816 میگه آقا اگر 12 و نیم بالا باشه هشدار. اون دیگه خوش به دردسر. این استاندارد 2816 بر اساس استاندارد اگه اشتباه نکنم ایزو 8759 مال نیویه، مال نیرو دریا، گیربکس های کشتی ها طراحی شده، همین اعداد اونجا استفاده شده
بعد حالا کمیته 108 تکنیکال کمیته 108 ایزو که داره اینا رو انجام میده، از اون استفاده کرده، از گیربکس های کشتی ها اینا استفاده کرده برای گیربکس ها و ما واقعا مثلا ما خودمون دردسر درست می‌کردیم. ما استاد 816 برای واحد میگفتیم آقا این همیشه بده، مثلا تا 7 مثلا زیر 7 مجاز، از 7 بعد هشدار 11 بعد مثلا این کارکرد خیلی تضمین شده است. الان چند مدت بعد از این استاندارد دارین کار می‌کنید؟ دیگه حالا که 2 سالی هست دیگه، 2020 استانداردشه، 2 سالی هست. نه خرابی به اون سالا می‌بینیم، خرابی به اون صورت نداشتن که بخوان چیز کنن، نیاز به تعمیر و توقف از این حرفا داشته باشه، چون خب خیلی هم خط مهمیه. یعنی اگه شما این خط کار نکنه در اصل میشه گفت که صنعت کشور به نوعی میخوابه اصلا، چون شما لوازم خونگی ها هستن، خودروسازی هستن، تمام صنایع با ورق نورد گرم دارن کار میکنن دیگه. یعنی مثلا حتی اگه مثلا زمان توقف طولانی بشه، بازار ورق متوجه میشه قیمت ها را، قیمت نوسان بازار وابسته است به تولید این خط دیگه. حالا خود نورد گرم مخصوصا این خط دیگه، این چون گریدهای مختلف، رافینگ یه مدل یکسانی ورق رو کم میکنه، یعنی همیشه یه ریداکشن مشخصی داره رو قسمت از رو تخت تابلو ورق، ولی این فینیشینگه که قابل تنظیمه. آره اینجا میه ما ورقش، البته بعد از این میره وارد ورق نورد سرد از این حرفا میشه، ولی به هر حال اگه این کار نکنه نورد سرد هم یه خوراکی نداره دیگه. بله این راستایی اندازه یک جهت کافیه یا سه جهت گرفتیم دیگه. این ما برای این جهت آنلاین گذاشتیم 2 جهت گرفتیم. مثلا شما اینجا دیتا رو ببینید. آره ببین شما مثلا ما اینجا اکسیال و ورتیکال بالاتره، 6 و 4 6 و 1. مثلا 4 5 و نیم 3 و نیم 3 و 4 7 و 2 3 و 6 7. یعنی ما دیدیم جهت اکسل اول با دستگاه پورتابل اندازه‌گیری کردیم، دیدیم کدوم جهت‌ها حساس‌تره و بعد ما سنسورامون چون محدود بود 2 تا سنسور که جهت اکسل گذاشتیم که ورتیکال گذاشتیم. بیشترین دامنه ارتعاشات مربوط به جهت اکسل و ورتیکال. آره برای نصب سیستم آنلاین، چون می‌خوایم سنسورها حداقل باشه دیگه. شما میتونید شما پر سنسور همه جا این گیربکس انواع سنسور رو ببندی. و بیشترین دامنه ارتعاشات راست تا راست و ملاک باشه. آره دیگه هر هر سه راست استاندارد تو. سه جهت می‌خواد استفاده بکنه چی؟ سه جهت مثلا ما دستگاه پورتابلمون مثلا 3 جهت است دیگه. چون سیستم آنلاین شما که سنسور نمیتونه عوض بکنه. خب چرا؟ میدونی مثلا این مگنته. مثلا یه جهتی شک کردیم با دست میام جابجاش می‌کنیم مثلا. فرض کنید آنلاین میخواد نصب بشه و ثابت باشه. شما وقتی 3 جهت میذارین مثلا ساید بیرینگ میذارین. بله. خب ساید ورتیکال رو یه مقداری کمتر نشون میده وقتی بالا بذارین. بله. این معضل ایجاد میکنه؟ نه ما چون ترند کار میکنیم بیشتر روند تغییراته. شما میخوای با استاندارد مثلا مقایسه بکنید. مثلا واقعا خیلی وقت استانداردها میگه آقا اگه از این حد بالاتر رفت مثلا خیلی اوضاع قراقاتی میشه. ولی ما ماشینایی داریم که خیلی بالاتر از حد مثلا خطرم کار کردن مدت زیادی مثلا کار میکنه. این دیگه با تجربه متوجه میشیم. ولی در مورد سنسورهای نان کانتکت که گفتم ارتعاشات جابجایی شافت نسبت به بیرینگ گرفته میشه، چون ارتعاشات نسبیه. واقعا اگر این ارتعاشات نسبیه، مثلا اینجا 2 تا سنسور نان کانتکت گذاشته میشه رو شافت و نسبت به بیرینگ، اگه این از یه مقدار زیادتر بالاتر رفت یعنی دیگه تاچ اتفاق میفته دیگه، یعنی بیرینگ آسیب میبینه. ولی اینها بر اساس سرعت رو پوسته هست. ما حالا درست استانداردهای خودشون به روز رسانی میکنن، ولی ما ماشین آلاتی داریم که حتی مدت زیاد مثلا شاید 1 سال بالاتر از حد مجاز مثلا کار میکنن ولی اتفاقی هم براشون نمیفته، یعنی خراب نمیشن، برای عمرش کوتاه میشه. ما چون مثلا بر اساس فرمول اسکایف داریم که شما اگه نیروی که داره به بیرینگ وارد میشه اگر زیاد بشه، عمر باقی موندش میشه به توان 3 یا 10 سوم. در رول بیرینگ‌ها 10 سوم این به توان 3 هست. یعنی اگه نیروی مثلا 2 برابر بشه، نیرو مازاد 2 برابر بشه، این عمرش 1/8 میشه مثلا. واقعا این اتفاق میفته. عمر کوتاه میشه، نیروی زیاد میشه روش، ولی لزوما منجر به این نمیشه که ما متوقف کنیم خطا. خیلی وقت این شکلیه. به این خاطر ما این خلاصی اصطلاحاً که وجود داره که به اون اجازه میده ماشین کار بکنه، ما چیز میکنیم دیگه، یعنی اقتصادی. البته این دستگاه 4 کاناله طراحی شده. حالا آقای اشرف نیا اینا دستگاه مشابه هم دارن و تلاش زیادی میکنن که فولاد مارکی بفروشن ولی از موفق نشدن. دستگاه واقعا با کیفیتی هم هست خدایش، که واقعا قابل رقابت باشه نمونه‌های خارجی. عرض به حضورتون که اینجا مثلا ما میایم چیکار میکنیم؟ اگه تعداد سنسور رو ببریم بالا، از نظر اقتصادی
برامون چیز داره. ما میریم نقاط حساس رو مثلا در نظر میگیریم، بحرانی تر و سنسورات رو همون نقاط قرار میدیم. خب ما حالا چیزی که داریم این اسلاید رو توضیح دادم، بله، که چه نقاطی گرفته میشه. پس این سه نقطه، حتی مثلا ما این نقطه هم نمیگیریم، مثلا به تجربه این نقطه هم گرفتیم با سختی و مثلا اینا، حتی بر داده برداری روتین هم اینقدر اینجا پر گریس و کثیف و از این داستان هست که اصلا رفتن سخته، ولی همیشه دیدیم ارتعاشات این از این نقاط پایین‌تره. البته ما این مال ارتعاشات کلیه. یه موقع است مثلا ارتعاشات مربوط به ارتعاشات خرابی برینگ، ارتعاشات حالا بی سی احتمال برینگ کاندیشن خرابی موضعی خود برینگ، بهتره که از رو خود این گرفته بشه. ولی اینجا چیزی که ما اینجا دور 240 آر پی ام داریم، اینجا حدود 40 آر پی ام داریم. اینجا خیلی نیروهای دینامیکی کمتر از اینه. اینجا یه شافت باریک‌تر داریم، اونجا یه شافت گنده‌تر داریم. یعنی برخلاف اینکه چیزه در اصل میشه گفت که این بهمون کمک میکنه. ما بیشتر خرابی ها معمولا تو گیربکس کاهنده تو محور ورودی هست که حالا هم شافتش باریک‌تره هم دورش بالاتره، بیشتر در اصل نیرو دینامیکی هست. اینجا معمولا خرابی کمتره. عرض بزرگتون که چیزی که دستگاه فالکون به ما داره، خب حالا عکسم که خب متاسفانه نور زیاد، اینجا رو گفتم به دوستان که یه پرده‌ای بزنید زیر این که چیز باشه، اینجا یه تاریک‌تر باشه، ولی گفتن دیگه کراش نمی‌کنه، داریم میریم دانشکده جابجا میشیم از این حرفا. ولی دو تا روزنامه بزنید خدایش، یه ارائه دادن از ما گذشته، یه روزنامه زیر تاریک بشه اینجا کیفیت داشته باشه. روزنامه رو میتونید حالا دیگه فرصت میشه. بله. حالا من گفتم به دوستان مثلا ما رفتیم یک دو سال پیش یه سمیناری ارائه بدیم، خیلی مهم بود که عکس‌ها خیلی مهم بود. مثلا پره توربین آسیب دیده بود، مثلا میگم مثلا نوع آسیب دیدگیش به این صورت و فلان و شما اینجا پره این شکلیه و مثلا نوکش، بعد هیچی پیدا نمی‌شد، تاریکی بود. گفتم دوستان تصور کنید اینجا یه توربین هست، اینجا یه پره هست، اینجا یه آسیب دیدگی سرش هست، اینجوری بوده، اینا این شکلی بوده. خب یه مقدار سخت شد دیگه. حالا باز بهتر شد. آره اینجا عرض به حضورتون که خود این دستگاه الان دستگاه هم به نسبت چیزتر شدن دیگه، خیلی با کیفیت‌تر شدن. یعنی پارامترهای پردازش سیگنال که گفتیم اینجا توش به کار میره. مثلا اوورال در اصل میشه گفت ولوسیتی، اوورال اکسلریشن، اوورال دیسپلیسمنت، این SFI هست که ضربه که در مورد صحبت می‌کنیم، اسلایدهای بعدی HMX هست که در هارمونیکا هست و این هم مدل‌های مختلف، اسپکترام لو فرکانسی، اسپکترام مدیوم فرکانسی، اسپکترام های فرکانسی. اینم مثلا انولوپ اسپکترومه که همزمان گرفته میشه و اینم تایم ویو موج خامه. شما با هر بار اندازه‌گیری تمام اینا رو داری. این خیلی ویژگی خوبیه که کمک میکنه بهمون که در اصل اینا رو ما در زمان کوتاهی تمام این سیستم پردازشی داشته باشیم. خب حالا در مورد طیف ارتعاشات که روی این دستگاه ما دیدیم، حالا اینجا با وضوح بهتری، حالا یعنی با فرکانس‌های پایین بیشتر زوم شده روی تا 200 هرتز. ما اینجا فرکانس گرمش فرکانسی داریم که حاصل ضرب تعداد دندون‌ها ضرب در دور هست. اینجا مثلا حدود 100 هرتز، 98 تا نیم هرتز هست و اینجا یه فرکانس 13 برابر دور 55 هرتز هم ما داریم. شما می‌بینید اینجا این هارمونیک‌های در اصل میشه گفت 240 آر پی ام هست. اولین نکته‌ای که به ما میگه اینه که عیب روی قسمت عیب اگه وجود داشته باشه رو پینیونه، نه رو گیر. چرا؟ چون دور ورودیه مثلا فرض کن 240 250 آر پی ام، دور خروجی مثلا فرض کن که 38 آر پی ام 40 آر پی ام. وقتی اینجا تجمع هارمونیکای 240 آر پی ام باشه میفهمیم که حتی اگه فرکانس 1x 240 آر پی ام دیده نمیشه، که واقعا اینجا دیده نمیشه، فرکانس 1x یا فرکانس چرخش وجود نداره. هارمونیکای 240 آر پی ام هست. اینجا هارمونیک 13 دفعه بالاست که تو همون طیف هم داشتیم ما اونجا، تو طیفی که دستگاه آنلاین بود. و بعد هارمونیک 24 که مربوط فرکانس گرمش. حالا تو اسلایدی که صحبت کردیم بحث وایت نویز و نمیدونم هارمونیکا از این داستانا بود. معمولا حالا به تجربه خودم ثابت شده وقتی هارمونیکا هست، یکی از این هارمونیکا بالاتر از بقیه است. یه بخش مهمیش برمیگرده به اینکه فرکانس طبیعی اونجا چیه. مثلا اینجا احتمالاً چون حالا اندازه‌گیری فرکانس طبیعی رو این کار سختیه، مثلا رو حدود 55 هرتز 60 هرتز مثلا یه فرکانس طبیعی داره که اون هارمونیکا اینجا به صورت تقویت شده دیده میشه و اینجا هم فرکانس گرمش هم اینجا داریم. حالا برای تحلیل بیشتر که ما چه نوع عیبی داریم، ما اومدیم تایم ویو دیدیم. تایم ویو اطلاعات خاصی بهمون نمیده. این تایم ویو یه موج خام هست
یه نمودار دیگه هست، نمودار دایره که تایم ویو فقط گردش میکنه، کاری نداره، یعنی خط میگیره میچرخوندش به اندازه یک سیکل چرخش. که مثلا ما اینجا 24 تا دندون داریم، حالا اگه اینا کسی حوصله داشته باشه بشماره، احتمالاً 24 تا دندونه اصلی مثلا درش وجود داره، یعنی در هر دور چرخشی 24 دندون. این یه طیف نرماله. مثلا در مورد گیربکس معمولا گیربکس ها به همین صورت هست تو نمودار دایره سیرکولارش. چیزی که هست فرض سیگنالی که حالا جدیدتر هست و عنوان در اصل میشه گفت که مقاله اونم هست که حالا نشون میده کاربردشا، این که میاد اسپکترال کورتوزیس انجام میده. تو اسپکترال کورتوزیس گفتیم که به تبدیل فوریه کوتاه در زمان کوتاه میاد بازا و دسته‌بندی میشه و بعد طیف گرفته میشه، هر کدوم کورتوزیسش حساب میشه و بعد به صورت موج زمانی میشه. اون طیف قبلی نگاه بکنید اصلا چیز خاصی درش نبود، ولی اینجا میبینید به صورت ایمپالسا دیده میشه. بازم اینکه ایمپالسا مربوط به چیه، تراکمش یه مقدار کار سخته میشه شمردش. مثلا تو 2.5 ثانیه چند تا ضربه داریم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 مثلا، و بعد حساب کنیم این چه فرکانسی. ولی اینا میان رو نمودار در اصل میشه گفت که دایره‌ایش میکنه به این صورت میشه. اینجا به وضوح مشخصه تو هر دور چرخش یه قسمتی از پینیون آسیب دیده هست. مثلا اینجا دندونای پینیون باشه یا آسیب دیدگی جزئی داره، نه آسیب دیدگی چیز. چون اگه بخواد آسیب دیدگی کلی باشه، آسیب دیدگی مثلا چیز باشه، باید تو خود تایم ویو و نمودار سیرکولار تایم ویو اصلی هم دیده بشه. بعد ما وقتی که چرخنده رو باز کرد، دریچه‌شو باز کردیم، دریچه بازش باز کردیم، دیدیم دو تا از دندونه ها، حالا این دندونه و این دندونه ها رو پینیون یا آسیب دیدگی کنار هم دیگه، یا آسیب دیدگی قابل توجه داشتن، سطحش کاملا ذبح بود، معلوم بود که در هر بار چیز وقتی میچرخه دوباره ضربه میزنه که ما اینو متناظر با این میدونیم، با این دوتا، و اونا اثراتشون کمتره. و جالبه که دندونه های نزدیک اینم باز دوباره یه ذره چیز داشت، بعد بقیه دندونه ها خوب بود، یعنی خیلی همبستگی خوبی بین این تایم ویو و خود سطح چرخنده بود. ولی گفتم تا زمانی که به چیز نرسه، به سطوح بالای ارتعاشات نرسه، خراب نمیشه. یه مشکل هم که واقعا وجود داره اینه که الان این چرخنده عوض کردنش هزینهش خیلی بالاست. چرخنده آلمانی تلاش شده جای دیگه گیربکس های شبیه اینو بسازن، ولی نمیتونن این عملکرد داشته باشن، به این خاطر مجبورن از همین استفاده بکنن. و بحث ما تموم شد. حالا امیدوارم که صحبتی که شده به درد دوستان خورده باشه. حالا حداقل اونایی که دانشجو هستن یه دیدی به صنعت ها اینا داشته باشن و با چالش‌های ما درگیر بشن. اونایی که تو بخش صنعت اینا کار میکنن حالا به هر حال یه اطلاعی داشته باشن که فولاد مارکی به چه صورت داره کار میکنه و در چه سطحی هست. یه جوری هم دکتر تمام کنم که شما برسید دقیقاً به جلسه رو. آره حالا خواهش می‌کنم اگه سوالی. این نمودار دایره‌ای که روی چرخنده میشین طول تایمش برابر با یه دور چرخش. آره یه دور چرخش تو نرم افزار تعریف شده، یعنی شما اگه تو زمان خود دور رو تغییر بدی به اشتباه، خودش اینا میفته رو هم. مثلا یه دور چرخشه، مثلا اگه فرض کن که شما خود نرم افزار یه تایم دور رو خودش مثلا تو دور بشه. البته میتونی مثلا فرض کن که با دور سنج هم بده که دور دقیق خود دستگاه بگیره. حالا چون ما از سنسور وایرلس استفاده کنیم سه جهت رو می‌خوایم که زمان صرف نشه، ما دیگه از تاکومتر دور سنج استفاده نکنیم، دورش هم مثلا ما میدونیم چیه. یعنی اینقدر این فرکانس گرمش روش وجود داره که ما اصلا دور این فرکانس حد اکثری مثلا حدود 100% اصلا 24 میکنیم دور محاسبه میشه، یعنی ما برعکس حساب میکنیم و بعد زمان رو بر اساس اون تنظیم میکنیم، یه دور چرخش میشه که چیز نشه در اصل. الان یعنی میفهمید دور رو دستی وارد نرم افزار میکنه، نرم افزار دیگه زمان یه دوره حساب میکنه. بله چون گفتم اگه مخصوصا اگه کسری باشه دیگه خیلی خراب میشه، مثلا اشتباه بده. حالا اگه 2 برابر 3 برابر باشه رو هم دیگه میفته، ولی اگه مثلا شما مضارب ناصحیح استفاده بکنی تحلیل اشتباهی بهتون میده. بله. باشه. موضوعاتی که شما ارائه کردین با سنسور سرعت کار کردین. با سنسور شتاب سنجه. شتاب. آره در مورد سنسور ما صحبت نکردم چون گفتم دکتر لقمانی گفتن که بحث زمان کوتاه از این حرفا، ما دیگه سنسورها و حالا چرا بهش میگیره چه نوع سنسور داریم. ولی تبدیل میشه سرعت شما. آره. حالا چرا سرعت میکنیم؟ به خاطر اینکه خطاش کمتر میشه لحظات. مثلا فرض کن که علت اصلی این که چرا به سرعت تبدیل میکنیم تو این مساوی با 1/2 MV2، یعنی سرعت رابطه مستقیم با انرژی جنبشی داره. این انرژی جنبشی هدر رفته یا تاقانه دیگه.
به این خاطر سرعت درک بهتری از انرژی جنبش میزان خرابی به ما میده. این علت اصلیشه. علت دیگه‌اش اینه که مثلا سرعت نسبت به فرکانس بدون قضاوته. چون چه فرکانس بالا همه رو به یه چشم نگاه می‌کنه. فرکانس پایین فرکانس بالا یه جوره. ولی مثلا اگه شتاب بگیری فرکانس بالا تقویت شده است، فرکانس پایین تضعیف شده است. اگه جابجایی بگیری برعکس، فرکانس پایین تقویت شده است و فرکانس بالا تضعیف شده است. بله. بله. اومدید از سنسور استفاده کردید روی پوسته گذاشتید. بله. 2816 است. بله. اگر میشه هدف بحث ABRB بود. بله. هدف مثلا اندازه‌گیری میزان ارتعاشات باشه. مثلا ببینم ارتباطی وجود داره که شما ارتعاشات تویستر رو اندازه‌گیری بکنید که به روشی ارتعاشات خود شفت اندازه‌گیری. ارتعاش شفت اندازه‌گیری کنید. استاندارد دیگه داره. آره 7919 است. یه استاندارد ایزو 7919 بود مال ارتعاشات شفت، یه استاندارد ایزو 10816 بود مال هوزینگ مال برینگ ارتعاشات پوسته گرفتن، ولی استاندارد 20816 ترکیبی از این دو تاست. یعنی تو اصلا 20816 هم در مورد استاندارد سنسورهای نان کانتکت یا پروکسیمیتی توضیح میده که ارتعاش شفت میگیره. این بحث اینه که ارتعاشات پوسته و بدنه. حالا چرا ما ارتعاشات شفت نمیگیریم؟ ارتعاشات شفت چالش داره، دردسر داره. شما مثلا باید سنسور نان کانتکت رو فیکس کنید، سطحش صاف باشه، تنظیم بشه، یه مقداری دردسر داره. زمانی هم که این در اصل این سیستم نصب شد، مثلا مال دهه در اصل میشه گفت که 70 شمسیه که میشه دهه چند میشه؟ دهه 90 80 90. اون موقع اصلا سیستم‌های مانیتورینگ ارتعاشات اینا خیلی اهمیت نداشت. ما بارها هم پیشنهاد کردیم که سیستم‌های آنلاین روش نصب بشه و همین بحث هم سنسور نان کانتکت اینا باشه. حالا اونو هیچی پیشکش من یه سنسور روش بذارید فلان کنیم. ما هنوز 20 تا 15 سال از زمانی که من بیشتر درگیر مثلا این واحد شدم تو این 15 ساله مثلا میش گفتم آقا بذارید نه اهمیت داره یا آسیب میبینه فلان میشه. اونجا ارتعاشات گذرا دارید مثلا ناشی از گاز گرفتن ورق هست، ارتعاشات ناشی از آسیب دیدگی تجهیزاتتون هم هست، ترکیبی از اینا داشته باشید. ما یه با آقای نقشینه پیروز یه جلسه داشتیم که توجیه فنی که لازمه بابا اینا عمرشون بالاست. درست این اوور دیزاین خیلی خوب طراحی شده ولی ممکنه اینا آسیب ببینه و وقتی اینا آسیب یه دونش آسیب ببینه مثلا یک آسیب ببینه کلا تولید ورق نورد گرم فولاد ما که 90% ورق فولاد داره کشور داره تولید میکنه آسیب میبینه. یعنی واقعا حیاتی روی اینا سیستم مانیتورینگ. بحث سیستم های نان کانتکت حالا مثلا ما یه پروژه داریم تو واحد نورد سرد، مثلا ما 30 تا دونه سیستم چیز می‌خوایم نصب کنیم، 30 تا دونه سنسور شتاب سنجی نصب کنیم. مثلا شرکت ما رو مشکلی ندارن ولی 2 تا دونه سنسور نان کانتکت می‌خوام بزنیم رو خود شفت، اینا همش چالش دارن. چه فاصله بذارید، چه سنسور استفاده کنیم، آیا شفت پرداخت مناسب داره یا نداره، این مقدار چالش داره. ولی خب خوبیش اینه که اگر اون کارو انجام بدید دیگه خب خیال آدم راحت. در مورد سنسور جایی که ما اینجا نوع برینگش برینگ‌های در صورت غلطشی نوع تیپر هست. ما اینا بستگی داره از چه پارامتری استفاده بشه. یعنی شما اگه گفتیم آقا برینگ ژورنال باشه ما نان کانتکت ارتعاش شفت میگیریم، ولی وقتی شما نوع برینگ های مثلا از نوع مثلا غلطشی بشه آنتی فریکشن باشه خیلی جابجایی نداری، بیشتر نیروی خود هوزینگ تکون میخوره به خاطر اینکه رنسای داخلی خود برینگ کمتر است. به این خاطر ما هم ارتعاشات شتاب سنج از رو پوست هم خیلی بهمون کمک میکنه برای بیابیشون. مثلا نسبت واسه وجود داره موارد جایی کار شده باشه، مثلا اگر ما محدودیت داشته باشیم مثلا ارتعاشات شفت اندازه‌گیری بکنیم به پوست اندازه‌گیری کنیم ارتباط یا موردی یا موردی که مثلا بگه ارتعاشات پوست اگر اندازه‌گیری کردید ارتعاشات شفت مثلا 10 برابر 5 برابر نسبت به این صورت وجودی یا سه تجربی. ببینید شما ارتعاشات شفت پوستی که 5 برابر 10 برابره نسبت چیز درستی نیست ولی بله که بخوام تبدیل کنیم. ببینید مثلا شفت حالا ما خودمون هم مثلا 10 برابر استفاده کنیم، یه جایی که مثلا فرض کنید که چه میدونم 2 میلیمتر بر ثانیه هست 20 میکرومتر مثلا ارتعاش خود چیز داره معمولا استفاده میکنیم، ولی این بستگی به دور داره. خب حالا این یعنی چه؟ یعنی ما یه جای ارتعاشات شفت اندازه‌گیری می‌کنیم که نان کانتاکت با سنسورهای دیسپلیسمنت، یه جای دیگه ما ارتعاشات اندازه‌گیری می‌کنیم که از روی پوسته هست.
حالا چه درصدی از میزان ارتعاشات در اصل از خود یاتاقان منتقل میشه از خود شف منتقل میشه به برینگ بستگی به فیزیک برینگ داره. اگه برینگتون ژورنال باشه، اتفاقا سوال بسیار خوبی هم پرسید، اگه برینگتون ژورنال باشه ما انتقال ارتعاشات کمی روی پوسته داریم. بستگی به این داره که پوسته چقدر ضخیم باشه. مثلا ما توی مثلا تجهیزات قدیمی، حالا پالایشگاه آبادان مثال میزنم، تجهیزات قدیمی مثلا همیشه ارتعاشات زیر 1 میلیون در ثانیه بود ولی برینگش آسیب دید. مثلا ما اونجا پروژه رفتیم تعریف کردیم که شما آقا بیاید سنسور نان کانتاکت بذارید و آنالیز روغن شاید اونجوری بهتر جواب بده. پوسته قوی زومخته، این ارتعاشات هر چقدر جابجا میشه این تکون نمیخوره هوزینگ. ارتعاشاتی هم نداره خود هوزینگ، ولی اگه نان کانتاکت گرفتین ارتعاشات قابل توجهی شفت نسبت به خود هوزینگ داشت. این دیگه بستگی به ریجیدیتی پوسته داره و اول نوع برینگه که نوع برینگ ژورنال ترجیحاً بهتره که از نان کانتاکت استفاده بشه. اگه ریجیدیتی پوسته نسبت به زیاد باشه شما بازم لازمه که از نان کانتاکت استفاده کنید. ولی در مورد گفتم برینگ آنتی فریکشن یا غلطشی بخش زیادی از انرژی جنبشی شف منتقل میشه به پوسته، مخصوصا پوستای لاغر و اندازه‌گیری. ما الان سایت فولاد مبارکه از سال 75 حالا 5 سال قبل از اینکه من وارد فولاد مبارکه بشم این سیستم پایش وضعیت وجود داره. سیستم مانیتورینگ آفلاین یا دوره‌ای همه داره با سنسورهای چیز انجام میشه. مشکل خاصی هم وجود نداشته. یه سری تجهیزات خودشون به صورت آنلاین روشون طراحی شده مثل واحد اکسیژن هم که سنسور نان کانتاکت دیسپلیسمنت هست و اندازه‌گیری میکنه. حالا اگر که مثلا فرض کن کیس خاصی مثلا تو طراحی ماشین هست کدوم مدل رو انتخاب بکنید اونها مثلا من شماره هم هست میتونیم مثلا با هم مشورت داشته باشیم که مثلا چه مدل مثلا البته اونها حالا خود اینکه ریجیدیتی پوسته چقدر ضریب سختیه حساب بشه فرکانس طبیعی حساب بشه خود کار سختیه. همون هم خودش کار مشکلیه ولی به هر حال شدنیه. به نظر من اگه قراره همچین پروژه‌ای تعریف بشه و هزینه بشه و فلان بشه چون اینقدر پول داره صرف پروژه کنید یه نان کانتاکت بذارید یه دونه هم سنسور شتاب سنج هم بذارید هر دو تا مسئله حل میشه. بله سوال دارم اینکه شتاب سنج میزنه رو پوست بستگی به سختی فونداسیون بالاخره ممکنه که سرعت رو دارین میگیرین دیگه. بله. سیستم نرمه به اصطلاح، یعنی هر چقدر فونداسیون نرم تر باشه اینجا به جای یه پوست بیشتره. بله. به این حالا برخوردین که یعنی ناشی از خرابیای خود اصطلاح فونداسیون بیس مثلا باشه. آره بعضی وقتا اینطوری میشه. استراکچرال رزونانس مثلا ما بعضی وقتا داریم، بعضی وقتا سختی‌های نامناسب داریم. ترک پیچا شل مثلا یا وقت ترک خورده پایه زیاد به بند میاد کرد که ارتعاش بالا ناشی از چه؟ آره بله. ناشی از فونداسیونه یا ناشی از داخلی. بله. سوال دوم اینه که از سیستم‌های تصویری که مگنیفیکیشن انجام میدن تا حالا تو فولاد استفاده نکردیم؟ چرا استفاده کردیم؟ ما 2 بار اومدن برامون انجام دادن. نه برای ODS اینها، برای همین اندازه‌گیری. برای ABAB اینا بله. برای اندازه‌گیری. اندازه ارتعاشات بله. آره. حالا 2 نفری که حالا تو کشور چیز هستن مدعی هستن ما داریم این کارو انجام میدیم تو سمینار آقای جمشیدی یه بار اومدن، یکی هم به نام آقای پور عباس جواب گرفت. آره. ببین حالا ما جوابی که ما گرفتیم در مورد ماشین آلت دوار خیلی امتیاز خاصی نداره. مثلا فرض کن میز آزمایش داشتی دکتر با پروژه انجام مثلا این مثلا که حالا بزرگتر از این شما ماشین در اختیارتون هست اندازه‌گیری انجام میدید سنسور جای مناسب میذارید کالیبره میشه مشخص چیز ولی اون تصویر فیلم برداری انجام میشه مثلا فرض کن که امپلیفیکیشن نسبت به همدیگه نشون میده. برای کسایی که حالا شاید مثلا اول کارشونه یا با دوست دارن تصویر مثلا مدیر پسند اصطلاحا نگاه میکنن این حرکت‌ها نسبت به هم دیگه داشته باشه فکر کنم اتفاق خاصی افتاده اصلا یه همچین حالتی. در مورد ماشین‌آلت دوار خیلی امتیاز مثبتی نداره ولی در مورد سازها فوق‌العاده است. مثلا یه سازه اون بالاست مثلا فرض حالا استراکچر هلس مانیتورینگ مثلا سازه یه جایی داره یه تکونی میخوره یه ارتعاش یه جرثقیلی داره حرکت میکنه اون تکونا رو اولا یه ویو کلی نسبت به این داره و اون تکون اون قسمت‌ها رو متوجه میشه و خیلی کمک میکنه. ما پروژه اونم حالا هم رو ماشین دوار انجام دادیم هم رو اونم ما دادیم ماشین دوار خیلی کمک خاصی نکرد ولی رو اون بمون مثلا که هر کدوم از این پیکسل‌ها که دارن حرکت میکنن مثلا که یه سنسور گذاشتیم. البته خب دقیق نیست دیگه خیلی دقیق نیست. مثلا تست کردیم. آره تست کردیم. آره مثلا اول میاد آقا مثلا ارتعاش چقدر چه فرکانسیه بعد میاد آقا میگه آقا هر دو تا مورد
گفتن نمیشه بگی از ما بپرسی خودت، ما میگم نه باید شما دستگاه بذارید که ما بتونم رو تنظیمش برای یه کنم. نقطه کالیبر بعد بشه دیگه، یعنی با یه نقطه بعد آره مثلا شما مثلا نقاط رو مشخص استیلش میکنن باید. از گوشه‌ها و تیزی‌ها که تو تصویر مشخص باشه. حالا اون چون تکنولوژیش هم هر چقدر که مثلا با فرم بالاتری گرفته بشه، چون بحث فرکانس ما از اون طرف ما مثلا حالا چرا رو سازا چیز موثره، چون اونجا فرکانس زیر 10 هرتز، فرکانس پایینه، تعداد فرمایی که میخواد بگیره لازم نیست که خیلی فرم بالا بگیره. حالا ما یه قانون داریم نایکویست داریم که میگه 2.56 صدم برابر دور مثلا فرض باید حد اکثر فرکانس به بالاتر باشه فرم ریتمون. این همونجا هم صادقه و حالا تو بحث گرفتن و بعد حجم زیاد اطلاعات داده برداری میخواد انجام بده و بعد شما مثلا خود کل این تصویر با کیفیت بالا اندازه‌گیری اون گوشه خاص بخواد اندازه‌گیری کنه. هر مثلا فرض کنید 30 ثانیه مثلا یا 100 گیگ میشه مثلا فرض کنید. معمولا کامپیوتر و اینا مثلا لپتاپ اینا خیلی طراحی نشده این قضیه. این چالشایی داره ولی من الان تو این نقطه که هستم اصلا برای ماشین دوار توصیه نمی‌کنم ولی برای استراکچر خیلی توصیه می‌کنم، چیز خوبیه. خیلی ممنون. سلامت باشید. خواهش می‌کنم. دست شما در نهایت دکتر، زحمت کشیدی بابت برگزاری در از دوره هم. قربون شما. سلامت باشید. خداحافظ شما. بله. این حالتون گفتین اشاره کرد مثلا چرخ دنده شافت‌ها تعویض شده که نیاز به بالانس مثلا تعویض شده باشه که مثلا تعویض کنید بالانس شده باشه مثلا دستگاه بالانس هم. آره دستگاه بالانس داره، فولت بانک دستگاه بالانس داریم. آره اصلا من عنوانم کارشناس بازرسی و بالانس ماشین دواره. مثلا اونجا کارگاه بالانس داریم، میبریم اونجا بالانس میکنن دوستان. حالا هر یه چالش داشته باشه منم حضور دارم و رو بالانس رو کارم ما داریم انجام میدیم خودمون در اصل. دوستان بازم همکارام هستن، حالا مورد خاص مثلا توربین باشه یه چیزی باشه من اونجا مشارکت داریم در بالانسشون. ولی در اصل چه گفت که جزء اولین کارهایی بود که ما وارد شدیم بالانس بود، یعنی 24 5 سال سابقه کار بالانس دارم. آقای توانگرم تقریبا در جریان بودن اون موقع که پروژه چون هم کلاسی بودیم پروژه کارشناسیمون با یه هیجانی می‌رمش تعریف می‌خوایم مانوریزه ارتعاشات کنیم ای بیابی کنیم ماشین آلات دیگه تموم شد خرابی ماشین آلات. 25 سال گذشتن هیچ اتفاقی نیفتاده. دقت بالانس مثلا چقدر میاریم پایین چجوریه؟ ببین مثلا ما دقت تو بالانس مثلا تا جی حد اکثر بالانس دقتی که داشتیم جی 14 اگه اشتباه نکنم میزنیم برای چیزا، برای بالانس روتورهای 20,000 آر پی ام روی کمپرسورهای واحد اکسیژن ما که گیر کمپرسور یه بولگیر وسطشه، دو سه تا هست که مثلا تو 55,000 آر پی ام هم داریم ما روتور 55,000 آر پی ام. حالا اینجا مثلا ما 40 آر پی ام داشتیم ولی مثلا 55,000 آر پی ام هم داریم که هم این تجهیز خیلی مهمیه همون تجهیز خیلی مهمیه. اینجوری نیست که مثلا خیلی با تجهیزات دور بالا سر کار نداشته باشه. آره مثلا فکر کنم 14 حد اکثر دقتی که ما بالانس کردیم کارم راه میندازه. این حتی استاندارد خودش مثلا جی مثلا 1 و اینه مثلا توضیح میده ولی ما پایینتر هم بالانس می‌کنیم. مثلا در حد میلی گرم، 2 میلی گرم، 1 میلی گرم از این داستانا. دستگاه بالانس چیه؟ پارس روار دادن نه اون دستگاه بالانس خوبی نمی‌سازه. ما دستگاه یه شنک داریم، یه هافمن داریم، یه شنک داریم، یه شرکت ایتالیایی هم مثل راویولی اسمش یادم نیست، اونم ایتالیاییه ولی یه چیز، ولی شنک و هافمن تو مدار داریم ازش استفاده می‌کنیم. ایرانی چیزی مثلا شرکتی که بسازه دستگاه بالانس نه ولی حجم بالا براتون یعنی که جوابگو نبوده تو فهمی دستگاه هست. البته نیاز به بازسازی، الان مثلا نیروسنج دستگاه چون نیروسنج شتاب در اصل رو سنسور دستگاه بالانس هاردورینگ نیروسنج اون خودش هم یه بحث جداست. اون نیروسنج اگه سختی خودش تغییر بکنه، حالا یه فنر در پشتش کالیبر میشه از این طرف دیگه. به نظر میاد نیروسنج نرم شده و حساسیتش به بالانس کم شده. احتمالاً ما برنامه داریم که نیروسنج رو عوض بکنیم. هر سه تا دستگاه هم هارد بیرینگ یکیشون دو تاشون هارد، یکیشون سافت بیرینگ. کوچیک‌ترین سافته که دور بالا رو میزنه، چون سافت بیرینگ فرکانس طبیعیش پایینه و بعد بالاتر از فرکانس طبیعی معمولا دور پایینا خیلی شافته ضخیم از این داستان نشده. معمولا اقتصادی‌تر همون که سافت بیرینگ باشه. چه توناژی رو می‌تونیم بالانس ببین کنیم؟ ما تو توناژ درس همه رو ما بالانس می‌کنیم خودمون، حالا به هر روشی. ما بالانسی که انجام میدیم رو
مثلا 4-5 تن رو خودمون تو دستگاه بالانس میکنیم، با اینکه خود دستگاه نمیشه 1 تن ولی ما 4 تن 5 تن هم میذاریم. اونایی که خیلی تونج بالاست مثلا 30 تن 35 تن اینا رو یه دستگاه ساختیم که بالانس استاتیکی انجام میشه، میذاریم میچرخه، رو نقطه سنگینش رو پیدا میکنیم، جر میذاریم و بعد میایم رو کار. معمولا 60-70% نابالانسی برطرف میشه، بعد در محل هم بقیه بالانس انجام میشه. چون برای بحث صنایع فولادی بالانس خیلی بحث مهمیه، چون غبار میاد از داخل خود اینجا هی میشینه روشون جرم میگیره، اگه بخوای تمیز کنی خیلی زمان بر، بهتره که مثلا 1 ساعت 2 ساعت توقف بدی مثلا بالانس انجام بشه. همین حالت مثلا سابقه زیاده، حتی با سابقه بالانس تو فولاد ماری که بیش از بحث آنالیز ارتعاشات و بازرسی فنیش هست. بله اگه سوالی هست، اگه سوالی هم نیست که بازم ما اینجا هستیم در خدمت. بله نسبت سرعت روی قرار تصمیم داره، من تو بحث شوک کار میکنن دقیقا اونجا میگن کوریلیشن شوک و سرعت بالاتر از هم، یعنی یه سری مقالات هم پشتوانه داره. بله مثلا فکر کنم میگن 100 اینچ بر ثانیه اگه مثلا بیشتر بشه دیگه سرعت خطی. بله بله در تایید شما که تا یه بستگی به سرعت چرخش نیروهایی که وجود داره اینا نزدیکه دیگه. حالا هم ساده شدهش مثلا اون چیزی که ما برای پروژه کارشناسی انجام دادیم، مثلا گفتیم آقا با انرژی جنبشی ارتباط و فلان از این داستانه، جایی که تحت با شوک هم هست اون احتمال خرابی بالاتر هست دیگه، البته خستگی‌ها بیشتر، آسیب دیدگی‌ها بیشتر. اگه سوالی نیست دیگه خیلی ممنون که تحمل کردید، امیدوارم به درتون خورده باشه و از آشناییتون هم خوشحال شدم. قربان شما، سلامت باشید. خواهش می‌کنم.